به یقین همچون کتاب را میتونیم بگیم که در حقیقت یک نوع اعدای دین فرهنگی و معرفتی است که این کتاب میتونه این دین در مقابل چهره های درخشان و چهره های خدمتگزاری که در این کتاب ازشان ذکر رفت، عزیزای ما یادآوری کردن، اعدای همچه یک دینی باشه. نکته دیگری که همه عزیزای ما گفتن، افغانستان شدیداً، افغانستان امروز، افغانستان 10 سال قبل، افغانستان 20 سال قبل و مطمئناً افغانستان 50 سال بعد به الگوها، به شخصیت‌ها، به افراد واقعاً بومی خودشان ضرورت داره. این افغانستان الگوی امریکایی نمیفهم، الگوی اروپایی، کدام الگوی کدام کشور مشرقی دیگه با در نظر داشته تفاوت‌ها و اصالت‌هایی که ما با اونا داریم، او الگوها نمیتونه که برای جوان ما، برای دختر بچه وطن واقعا منبع انگیزه یا منبع الهام شود. بنابراین یکی از اصالت‌های خوبی کتاب همین مورد میتونه باشه که این کتاب شخصیت‌های تاثیرگذار یا الگوهایی که در عرصه‌های مختلف مصدر خدمت به جامعه افغانستان شدیم، خصوصا در عرصه تجارت، در عرصه صنعت، انشاءالله اینا رو به معرفی گرفتم. اینمی جوانایی که فعلا در داخل افغانستان هستند و به خاطر ملت و مردم جامعهشان همون تو صادقانه و بیالایش خدمت میکنن، اینمی کتله با هم یک جشن بیم، یک کاری رو بکنیم، یک تیمی باشیم که بتانیم اسطوره باشیم، بتانیم نخبه باشیم، بتانیم نخبه شناسی و گوهر شناسی داشته باشیم. در این کتاب ما در حدود 15 شخصیت هایی که ملی هستن، شخصیت های تجاری مانند آقای میرویس عزیزی، آقای جمشید فیضی، آقای احمدیار قرنی و همچنین بزرگ‌های بسیار زیاد که در این کتاب بود که خدا کنه آنهایی که اسم نبردم ناراحت نشن، همگی اینا بزرگم و سر ما حق دارم. خلاصه پیش رفت و تا امروز که میزبان شما هستیم و بسیار زیاد بازم خوشحال. یک موضوعی که همیشه پیش میآید، ولی ما به عنوان یک نویسنده وقتی که یک کتاب میخونم، اولین سوال که به ذهن میاد میگم چرا این کتاب؟ یعنی شاید شما کسایی که این کتاب بخونیم بگیم چه نیازی به کتاب خودساخته‌های افغانستان بود. یک سوال کلیدیه، بالاخره هر کس از خودش میپرسه. من فکر میکنم به چند دلیل، یعنی هم اهداف ما در اون گنجانیده میشه و هم اهداف شما شاید همون بالاخره افکاری که دیشتیم و سوالاتی که دیشتیم براشون جواب داده بشه بعضی که کتاب بخونیم. اما بعضی موضوعات هست که به صورت شفاهی بیان شه بهتره. یک از موضوعات این بود که فرهنگ سازی بشه. امروز خودشون میفهمن اولین وقتی که قدم بگذاریم به کتابخانه‌های کل کشور، سیر بسیار زیاد از کتاب‌های انگیزشی، البته بیرونی یعنی خارجی شما می‌بینه، زندگی نامه افراد موفق، زندگی نامه افراد پولدار، صنعتی و همچنین بسیار زیاد کتاب‌هایی که هستن می‌بینه. وقتی که یک جوان میاد او کتاب میخونه رهرو همون شخص میشه یا همون بالاخره همون نویسنده میشه، میبینه در آخر یک مشکل میخوره، مشکل همزاد پندری که با همون شخص و با همون کلیدواژه‌هایی که او در کتاب خوب بیان کرده نمیشه. بزرگترین مشکل ما فهم میکنه تفاوت فرهنگیه، یعنی یک تفاوت فرهنگی فاحش بین ما و اشخاصی که او کتاب‌ها رو معرفی میگیرن و امروزه ترجمه میشه هسته. خب ما بیامدیم وقتی که این کتاب چی کردیم، از خودشون میفهمیم همین ممالک شخص جناب استاد شاید بهترم بفهم که ما یک المان‌هایی داریم، یعنی هر کشور مخصوصا ممالک شرقی یک از بزرگترین المان ما ادبیات فولکلوریکمونه، ادبیاتیه که همیشه ما از قدیم از پدران خود مادران خود همچنین بزرگای بیشتر میبینن که بعضی از داستان‌ها هست، بعضی از قصه‌ها هست. قصه‌ها خیلی نقش بسزایی دارن در زندگی ما و شما، یعنی شما نادیده گرفته نمیتونه. حتما شما در دوران کودکی خب چندین قصه دوران کودکی به یاد شما. اولین کاری که ما کردیم یعنی یک هوشمندی که تیم ما داشت که سعی کردیم از اشخاص، اولا که اشخاص ملی باشه، یعنی اشخاص باشه که با فرهنگ ما و شما بالاخره مخل نباشه و بعضی از موضوعات پیش نیاد که وقتی که نیاز به نتیجه از او خوندن کتاب و همون راهرو که کتاب میکنیم باشه، یعنی مخل نباشه. ما اول از شخصیت‌ها پرداختیم. دومین کاری که کردیم زندگی نامه، یعنی زندگی نامه فکر میکنم این با خلوص و نیت ترین حالتیه که یک انسان میتونه از یک انسان دیگه مثلا فیض ببره، بالاخره به یک پیشرفت ببینه و انگیزه بگیره و خود تا حدود از یأس و ناامیدی نجات ده. ارزش دادن به محصولات داخلی یکی از مسائل و ارزش دادن به ملت و کشور خود یکی از مسائلیه که میتونیم ما اینا رو از داخل کتاب بیاموزیم.
این وطن باید بسازیم بالاخره و ساختن وطن نیاز به این داره که ما مطالعه کنیم، مطالعه خوب داشته باشیم. ما با بسیار مشکلات در داخل وطن در بخش صنعت برای شما میگم، چرا که از ما بخش صنعت با بسیار مشکلات دوچار بودیم و دوچار هستیم همی فعلا، و انشاءالله که با حمایت مردم عزیز ما بتانیم از این مشکلات و از این مشکلات بگذریم و این مشکلات رو تیر کنیم تا که آینده خوب و درخشان برای کشور خود رقم بزنیم. امروز جای بسا خوشی است و جای افتخار است. ما در محفلی که از رونمایی یک کتاب بسیار زیبا، کتابی که تانسته واقعا تجارای ملی کشور بر روی پرده بیارن و از اونها یادآوری کنن، رونمایی میکنیم و جای همینجا جا دارد که ما از جناب تیموری صاحب و از جناب سالار صاحب تشکری کنم بابت زحماتی که اینا کشیدن. واقعا ما فراموش نکردیم، فکر کنم در حدود 8 ماه قبل یا 7 ماه قبل اینا آمدن نزد ما، از آدرس بانو زهره خود البته معرفی داشتن و بسیار پشتکار بودن. ما اما پشتکاری از یاد دیدم، وقتی که تلاش از یاد دیدم، مرا امیدوار به این ساخت که باید از کت از نامشان نبودم، چون در عصر امروزی که دو جوان به همچه یک حالت میخیزه ایستاد میشه و همچه یک کار را میکنه، این کار خرد نیست، کار خیلی بزرگی است. بازم از شما تشکری میکنم.